سلام و درود دوستا، خیلی خوش اومدیم به ویدیو. اومدیم بریم یه پک اوپنینگ خیلی بزرگ داشته باشیم. برای اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. خب بریم سراغ ویدیو. بریم اول میبینید که ما 35k جیم داریم و این اکانت اصلی نیست، اکانت دومه که اومدم روش پک بزنم. بریم چه پک هایی میتونیم بزنیم. پک 2500 تایی رو میتونیم 13 بار بزنیم با پک 3k، با پک 3000 تایی. اول بریم از 2500 ها شروع کنیم. اول یه دونه 2500 تایی میزنیم. یه چیز خوب خدایا پک کنم. اولین پک آمریکا، RW میلان، پرسیچ 2500 ها شروع کنیم. اول دو تا از این بزنیم، یه چیز خوب خدایا پک کنیم. یه چیز خوب یعنی واکاوت هم نشد. چه شانس. پک سکایه رو بریم بزنیم. خدایا داخل این یه چیز خفن پک کنیم دیگه، خدا بگیری. یه چیز خوب بهم بده. فرانسه، CB، سالیبا یوتوتی پک کردم. یس میدونستم عشقم جان. حالا بریم اینجا یه دونه 10 تایی بزنیم. 10 تا 2500 تایی 25 کا دارن میدم. خدا وکیلی اون سالیبا یوتوتی بهم بد مزه داد، دمش گرم. خدایا داخل این یه چیز خفن تر پک کنم. خدایا یه چیز خوب، یه چیز قوی بهم بده. قوی میخوام، قوی. فرانسه، CD آیکون، پت، ماکلله دبلیو. یه ماکلله پک کردیم. یه دونه سالیبا. خدا وکیلی راضیم. ممنون از اینکه این ویدیو تماشا کردین. برای اینکه ویدیو بیشتر بذارم حمایت کنین لطفا ازم. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. من بزنین که ویدیو دیدین.